سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری با انتقاد از پیشنویس طرح صلح افغانستان گفته که در این طرح برخورد توهین‌آمیز با طرح رئیس جمهور صورت گرفته و قابل ارائه در نشست استانبول نیست. سرور دانش در یادداشت نگاشته که این طرح دیدگاه یک جنا و یک حزب را برجسته ساخته است. به گفته آقای دانش، نظام پارلمانی و یا نخست وزیری چه برای دوره انتقال و چه برای آینده افغانستان تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان نظر همه جبهه جمهوریت و نظر همه قوم‌ها و جریان‌های سیاسی پنداشته شود. اما محمد یونس قانونی و عطا محمد نور با رد این گفته‌های آقای دانش میگویند در روند نهایی کردن این طرح وزیر خارجه و حمدالله محب حضور داشتند و در این طرح به رئیس جمهوری اهانت نشده است. جواد تیموری جزئیات می‌دهد. رویارویی ارگ و سپیدار در مورد طرحی که قرار است در نشست استانبول ارائه شود. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری بلندترین مقام حکومتی است که در مورد طرح توحید شده شورای مصالحه نگاه منتقدانه دارد. او در یک یادداشت این طرح را اهانت‌آمیز به طرح رئیس جمهوری و حکومت افغانستان می‌خواند. دانش در این یادداشت گفته که در این طرح با طرح رئیس جمهور و حکومت افغانستان برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته. طرح حکومت صلح به عنوان گزینه الف برجسته میشد، در حالی که طرح ب یعنی دولت انتقالی که طرح درجه دوم است چندین برابر برجسته شده است. اما محمد یونس قانونی رئیس کمیته توحید مسوده طرح صلح میگوید که به هیچ کس اهانت نشده و در عین زمان بحث قومی ساختن ساختار دولت هم مطرح نیست. به گفته آقای قانونی، در هنگام نهایی کردن این طرح حمدالله محب مشاور امنیت ملی و محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه حضور داشتند. شما به احزاب توهین میکنین. همه احزاب در وجود داشتند. شخصیت‌های تاپ حکومت هم در حضور داشتند. جناب اتمر صاحب وزیر محترم خارجه، جناب محب صاحب مشاور امنیت ملی، جناب اخپلواک صاحب، جناب نادری صاحب، بقیه عزیزان ما. این طرح یک کسی نساخته. سرور دانش در این یادداشت نگاشته که این طرح دیدگاه یک جنا و یا یک حزب را برجسته ساخته است. به گفته آقای دانش، نظام پارلمانی و یا نخست وزیری چه برای دوره انتقالی و چه برای آینده افغانستان تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان نظر همه جبهه جمهوریت و نظر همه قوم‌ها و جریان‌های سیاسی پنداشته شود. این گفته‌های معاون دوم ریاست جمهوری با واکنش تند عطا محمد نور روبرو شده است. طرح دوم هم خواسته های مردم، نماینده های مردم، احزاب سیاسی، رهبران. اگر گزینه ای ما به بنبست روبرو میشه، چالش روبرو میشه و رای حل نمیداشته باشه، یعنی چی؟ ما در یک گزینه ایستادگی بکنیم، فرصت و چانس صلح از دست بدیم، این خوب منطقی نیست. خرد سیاسی را قبول نمیکنن. طبعا ما گزینه بیرم داشتیم، گزینه بیرم داریم که او خواسته کل مردم ما. هیچ صلح را ما قبول نمیکنیم تا بر وفق مراد مردم عزیزی ما نبوده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این نقد سرور دانش یک چیز را آفتابی می کند، اینکه اختلاف دیدگاه ها در مورد صلح در جبهه‌ای که جمهوریت می خوانند بسیار عمیق است و رسیدن به اجماع داخلی را هم دشوارتر می سازد. مکاتسه کو چې د ضروري اجماع تدبیر او زغم لاره په اساسي توګه دغه ناروا جګړه فتنه او تفرقه ختم شي. تنش در میدان جمهوریت در حال بر سر طرح نهایی صلح بالا گرفته که طالبان هنوز حاضر نشدند در تاریخ از پیش تعیین شده در ترکیه با هیئت دولت افغانستان پای گفتگو بنشینند.